سلام دوستان، موسی رضوی هستم. امروز با این ویدیو میخوام بهتون آموزش بدم چطور میتونین آسمون یه ویدیو رو عوض کنین و آسمون خودتون رو بندازین و یا پرده کروماکی یا پرده سبز رو در پریمیر با فیلترهای موجود در خود پریمیر حذف کنید و بک‌گراند خودتون رو بندازید. بی معطلی بریم سراغ آموزش. ویدیویی که اینجا من دارم یه آسمون تقریبا یک دستی رو داره که آلودگی هوا رو هم میبینیم که همیشه حاکم بر آسمان تهرانه. خب ما این آسمون رو میخوایم عوض بکنیم و یا آسمونی که خودمون دانلود کردیم یا عکسشو داریم یا ویدیوشو داریم اون رو جایگزین این آسمون بکنیم. خب برای این کار با استفاده از فیلتر اولتراکی یا کالرکی میتونیم این کار رو انجام بدیم. فیلتر کالرکی رو آموزشش رو توی اینستاگرام دادم. من اینجا میخوام با استفاده از اولتراکی این کار رو بکنم که کمی قوی تر از کالرکی هستش و باید بگم که ساختار این دوتا فیلتر بر اساس حساسیت رنگ تصویره و باید اینو بدونید که در آسمون هایی که تقریبا یک رنگ یک دستی رو دارن، هیچ ابر و چیز دیگه ای توی آسمون نیست، اثر خودشون رو میذارن. اگر ابر توی آسمون باشه کارو سخت میکنه یا شاید اصلا نتونه این کارو انجام بده. اولتراکی رو اینجا من تایپ میکنم که بیاریم. اولتراکی که توی زیر مجموعه کینگ ها هست. اگر اینجوری هم نخواهیم بیایم توی ویدیو افکت، توی فولدر کینگ ها اولتراکی میگیریم میندازیم روی تصویرم. خب میریم تو پنجره افکت کنترل، یک قطره چکون این فیلتر اولتراکی رو قبلا هم داشتم روی این تصویر. این فیلتر اولتراکی یه قطره چکون اینجا داره. این قطره چکون رو برمیداریم، روش کلیک میکنیم، روی تصویرمون میایم و جایی رو که به نظرمون مناسب میاد و رنگ بیشتری رو توی تصویرمون داره کلیک میکنیم. خب میبینیم که تقریبا این آسمون رو حذف کرد. اگر ما اینجا ترانسپرنسی گرید رو بزنیم میبینید که آلفا شدن این آسمون رو تا حدودی به ما داره نمایش میده. برمیگردیم به رنگ خود سیاه تصویرمون چون بهتر دیده میشه. سه حالت اینجا تو قسمت ستینگ سه حالت به ما میده. ریلکس که کمی نرمتر این کار رو انجام میده ولی میبینید که کمتر رنگ رو حذف کرده. خب این به کارمون نمیاد. اگریسیو یا یک کمی خشن‌تر بخواد به تصویر این فیلتر رو اعمال بکنه میبینید که آسمون رو از قسمت‌های بالاییش کاملا حذف کرده. ما میخوایم بیشتر این کار رو بکنه. من اینو بکشم که پارامترها بهتر دیده بشن، آیتماشون. با هایلایت و شادو و تلورانس و پدستال میتونیم تاثیرهای بیشتر روی تصویرمون بذاریم، کم و زیادش بکنیم. با این دستگیرها بیشتر کار بکنید دستتون میاد که کدوم یکیش چه تأثیری رو داره. من مجبورم که این مقدار اگریسیو تر با این ماجرا برخورد بکنم و تأثیر بیشتر روی آسمونم بذارم تا برسم به چنین نتیجه‌ای. خب حالا مسئله‌ای که به وجود اومد اینه که روی خودت این تصویرم اگر از این رنگ آسمونم وجود داره که قطعاً وجود داره، اولتراکی ببینین از تصویر اصلیمونم حذف کرده. بنابراین کاری که میکنیم اینو برمیگردونم. حالا آسمونم رو میذاریم، یه کپی من ازش میگیرم میذارم اینجا با گرفتن آلت. آسمونمونم یه عکسه، یه عکس خالی. حالا شما ویدیو هم حتی میتونین استفاده بکنید. اینو میذارم روی زیر تصویرم میذارم بالا. یه کپی دیگه من از این تصویر اصلی میگیرم، اولتراکی روش رو از توی پنجره افکت کنترل پاک میکنم، به پنجره افکت ها میرم، کراپ رو سرچ میکنم، روی تصویر بالایی میندازم، به افکت کنترل برمیگردم و از بالا میبینی از بالا اینو حذف میکنم. آسمون رو حذف کردم، توی اینجا برش زدم. این تیکر رو دیگه نمیخوام تاثیر اولتراکی روش باشه. یه مقدار فیلتر، یه مقدار نرم میکنم این کراپ همو، بازم بیشتر میام پایین تر
تا به چنین نتیجه‌ای دست پیدا بکنم. در واقع اگه این دوتا رو من دیسلکت بکنم میبینید که فقط این تصویر پایین باقی مونده و اینو میندازم روی تصویرم که در واقع اولتراکی روش اثر نداره. خب حالا اتفاقی که افتاده، این آسمونه خیلی تأثیر زیادی داره. ما میخوایم تأثیر رو کمش بکنیم، اوپاسیتی رو بیارم پایین، ولی این یه جورایی تاریک میشه. پس میام از خود تصویر اصلیم یه کپی میگیرم میذارم پایین، هیچ فیلتری هم روش نباشه، یعنی کراپ هم از روش بر میدارم. خب آسمون رو وقتی اوپاسیتی بدم ببینید با آسمون خودش قاطی میشه، ترکیب میشه و یه رنگ ملایمتر و بهتری میده که از اون حالت غیر واقعی در بیاد و ببینید به چه نتیجه جذابی آدم میرسه با چند تا کلیک. یه مقدار بیشترش میکنم که کمی بهتر بشه. میتونم هم با قسمت موشن، چون تصویر بزرگیه، میتونم یه ناحیه یا یه نقطه دیگه ای رو که به نظرم میرسه بهتره براش انتخاب کنم. یه همچین تصویر رو به ما میده که به نظرم بسیار تصویرمون رو جذاب کرد. خب من اینجا 3 تا ویدیوی دیگه ساختم که به شما فقط توضیحش میدم، دیگه اجرا نمی کنم. قبلا اجراش کردم. این یک مسجد توی اصفهان هستش. ببینید وقتی دیسلکتش بکنم ببینید یک آسمان سفید یک دستی رو داره اینجا. به راحتی میتونم رنگش رو حذف کنم و آسمون روش بندازم. ببینید به چه نتیجه‌ای رسیده. ببینید تأثیر خیلی بهتری رو میذاره و احساس بهتری رو منتقل میکنه. یا این گل‌های آفتابگردون ویدیوی اصلیش این بوده. ببینید چه رنگ آسمون سفیدی، احتمالاً آفتاب به شدت تند بوده و آسمون هیچ ابری توش نبوده. یک آسمان سفید رنگی رو اینجا داریم. ببینید یه آسمون تقریباً آبی رنگی رو اونجا بذارین که احساس بهتری رو تصویر بده. تو قسمت کروماکی ها ببینید من این تصویر رو میارم اینجا، چیزش هم پاک میکنم، اولتراکیشو که هیچ در واقع فیلتری روش نباشه که نیست. خب اینو ببینید بازم فیلتر کراپ روشه، اینو پاک میکنم. خب تصویر اصلی این بوده. قسمت چپ و راستش کاملا مشخصه که این تصویر رو ما توی دفتر کار کارفرما گرفتیم. اونجا همین پرده کروماکی رو ستاپ کردیم. اول کراپ میکنیم. این ناحیه سمت چپ و راست رو باید حتما از بین ببریم با همون فیلتر کراپ. ببینید سمت چپش رو میبندم، سمت راستش هم میبندم. حالا آماده است که فیلتر اولتراکی رو روش اعمال بکنیم. اینجا من همین کارو کردم و فیلتر اولتراکی رو روش انداختم و حذفش کردم. حالا چرا 2 تا ویدیو هست؟ این بک‌گراندمونه. ببینید من خاموش روشنش میکنم که متوجه بشین. این بک‌گراندمونه. این اول کروماکیش رو انجام دادم، اولتراکی رو انداختم روش رو اجراش کردم، ولی ببینید چه اتفاقی میفته. روی کفشش تاثیر بیشتری گذاشته تا بالا تنش. ببینید خیلی بده. بنابراین من بالا تنش رو جدا کروماکی کردم، از اولتراکی استفاده کردم و حذف کردم. قسمت پایین تنش هم جدا این کارو کردم. یعنی اگر اینو جدا ببینین میبینید که فقط پاهاشه. بذارید من ترانسپرنسیش رو روشن کنم. ببینید فقط پاهاشه. کراپش رو کمتر بکنم که روی پاهاش بیشتر بیاد، که پاهاش بیشتر دیده بشه، و اونو میندازم روی لایه بالایی و اونو پاهاش رو جدا در واقع اولتراکی رو روش اعمال میکنم. خب عذر میخوام اگر ویدیو طولانی شد. میتونید رو دور تند ببینید که وقتتون خیلی گرفته نشه. اگه میخواین ویدیوهایی در زمینه تدوین و آموزش افتر افکت و پریمیر ببینید، میتونید صفحه منو دنبال کنید، سابسکرایب کنید، لایک کنید و به دوستاتونم معرفی بکنید. خیلی ممنون که حمایت میکنید، لایک میکنید. تا ویدیوی آموزشی بعدی، مخلصیم.